سلام دوستای عزیز، خوش آمدید به یک ویدیو دیگر از چینل زندگی با کودکان. تشکر از اینکه ویدیوهای ما رو بیننده هستید. قسمی که میبینید در این ویدیو ما یک موضوع کاملا مهم را انتخاب کردیم، یعنی انتخاب های اطفال و خریدهای اطفال. چند بار شده شما بدون پرسیدن لباس یا کدام چیز را برای طفل خرید کردین و آیا از این کارتان راضی هستین؟ آیا میدانستید که همین انتخاب کوچک روی اعتماد به نفس طفل چقدر تاثیر داره؟ دوستای عزیز، این بسیار یک موضوع مهم است. بسیاری اوقات ما متاسفانه متوجه میشیم که والدین برای طفل خرید میکنه و حتی وقتی او رو به دکان هم میاره از نظر خودشان خرید میکنه و هیچ اهمیتی به نظر اطفال نمیده و بسیار اوقات حتی باعث خشونت و جنجال هم میشه که به طفل میگه که این چیز به کیفیت است، نباید را خرید بکنیم. دوستای عزیز، وقتی که ما برای طفل اجازه میدیم که خودش انتخاب بکنه، خودش بخره، خودش یک جنس را خوش بکنه، او به اعتماد به نفسی از او، به ای که او فکر میکنه که به نظر من چقدر احترام گذاشته میشه، به ای که نظرم خیلی مهم است و به ای که من چقدر تصمیم گیرنده هستم بسیار مهم است برای طفل خو نمیتونه در مورد بسیار موضوعات بزرگ نیاز نیست که تصمیم بگیره. طفل خو قدر تصمیم گیریش در این ساحه است که باید برای خود لباس انتخاب بکنه، بعضی جاها وقتی میخواد بره و بعضی موضوعات دیگره. خب وقتی که ما در این موضوعات به طفل احترام نگذاریم، به نظرش اهمیت ندیم، پس روی اعتماد به نفس او کاملا تاثیر منفی میگذاره و او بسیار برش خوشایند نمی باشه. حتی وقتی یک چیز را جدید ما برش خرید میکنیم، یک جنس، یک لباس، یک کفش یا یک هر چیزی را که نیاز داره خرید میکنیم، اگر به نظرش اهمیت ندیم و یک چیز را به زور انتخاب بکنیم، حتی او را اگر جدید هم میخریم برش خوشایند نیست. وقتی او مپشه هیچ احساس خوشایند نداره. پس ما چیکار کنیم؟ باید به نظرات از او احترام بگذاریم، باید بر از او حق انتخاب بدیم و باید ازش بپرسیم که کدام یک کزی را میخوایی که برات خرید بکنیم، کدام شرا خوش تو آمده. ممکن است که بعضی ها به این فکر باشن که اطفال چیزای بی کیفیت را انتخاب میکنه، اطفال لباسی خوب انتخاب نمونه، کفش سیه انتخاب نمیکنه، اجناس بی کیفیت را انتخاب میکنه. نه خیر، نیاز نیست که ما به زور این کار را سر از او تحمیل بکنیم. ما میتونیم که در اینجا کاملا راه حلش منطقی و مناسب هست که ما چند گزینه را برش پیشکش میکنیم و امو چیزا و جنسایی را که خودتان خوشتان آمده میتونید برش پیشکش بکنید و از بین از اونا بگید که یک را تو انتخاب بکن. و همچنان در قسمت حتی به قسمت رنگ میشه که یک اجازه انتخاب برای از او بدیم. اگر بعضی اوقات طفل یک چیز را خراب انتخاب میکنه، ما میتونیم با گزینه جدید بگوییم بهتر است، نظر از تغییر بدیم، نه اینکه به زور سر از او بقبولانیم که حتما همین چیز خراب است تو دیگر چیز خوش کن. حتی بعضی وقتا میتونیم که در قسمت چانه زدن و چیزا مورد داخل بسازیم. خب به هر حال اینایش را من زیاد نظر ندارم در مورد چی. دوستای عزیز، تشکر از اینکه ویدیو